نوجوانان تکواندوی ایران قهرمان رقابت‌های جهانی شدند. در روز آخر مسابقات رادین زینالی در وزن منفی 68 کیلوگرم نماینده ایران بود. این تکواندوکار در دور دوم مقابل حریف کره‌ایش برنده بود، اما داور با یک اخطار نادرست مانع صعودش به دور بعدی مسابقات شد. بعد از پایان بازی متاسفانه داور یک اخطار به بازیکن ما داد، زمانی این اشتباه رو کرد که بازی تموم شده بود. نوجوانان ایران در نهایت با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 2 برنز سکوی اول جهان رو کسب کردند. واقعا خوشحالم از اینکه تکواندو ایران به روزهای اوجش برگشته. بچه‌ها رو من از همین الان تو المپیک لس آنجلس انشالله می‌بینم که بتونن به تیم ملی بزرگسالانمون کمک بکنن. پیش از این هم تکواندوکاران نوجوان دختر عنوان قهرمانی رو کسب کردند. در پایان 14مین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان امیر محمد اشرافی به عنوان فنی‌ترین بازیکن، فیض‌الله نفکم و فاطمه سفرپور به عنوان بهترین مربی معرفی شدند. مرتضی عزت‌پناه خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، چانچون، کره جنوبی.